اتئیسم چیست؟ اتئیسم این رد کردن اعتقاد به همه گونه شکل ناعیان الهی است. اتئیست موجودیت آفریدگار، پیام‌های الهی و روز محشر را انکار می‌کند. دلیل موجود بودن آفریدگار چیست؟ دلیل‌ها زیادند، اما ما به دو دلیل دقت می‌دهیم. دلیل یکم اثبات در اساس موجودیت نام دارد. دلیل دوم اثبات در اساس عنایت الهی نام دارد. زیر گفته اثبات در موجودیت چی در نظر است؟ در نظر آن است که همه چیز اصل پیدایشی موقتی خود را دارد. پس همه چیز از موجود نبودن به وجود آمده است. بنابراین موجودات باید اصل سازی خود را داشته باشد. این معنای آن را دارد که ما 10 بر 124 دلیل داریم که آفریدگار موجود است. این عدد شماره عمومی مولکوله ها را با فعالیت فونکسیونالیشان در تمام عالم تشکیل می دهد. در آمدی گپ این عدد بینهایت بزرگ است، یعنی شماره 10 پس از آن 124 صفر. بنابراین همه چیزی که سرچشمه پیدایش دارد و یا به وجود آمده است خود از خود دلیل اثباتی آن است که آفریدگار موجود است. از این رو بسیاری از آیات‌های قرآن دقت را به آفرینش جلب می‌کنند. الله میگوید بنگرید که چه چیزهایی در آسمان‌ها و زمین است و این آیات و هشدارها قومی را که ایمان نمی‌آورند نفع نمی‌کند. ترجمه معنای قرآن سوره 10 آیت 101. اینچنین الله میگوید آیا آنها در ضمیر خود نمی‌اندیشند که الله آسمان‌ها و زمین را به هر آنچه در میان آنهاست به تدبیر حق و تا مدت مقرر آفریده است و به درستی که بسیاری از آدمان به دیدار پروردگارشان اعتقاد ندارند. سوره 3 آیت 8. الله باز تکرار میکند آیا آنها به ملک آسمان‌ها و زمین و در آن چیزهایی که الله آفریده است نظر نمی‌کنند و با آنکه شاید مرگشان نزدیک باشد نمی‌اندیشند؟ پس بعد قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ سوره 7 آیت 185. و از این رو همه چیزی که به وجود آمده است خود از خود دلیل مستقیم اثبات آن است که آفریدگار موجود است. زیری گفته اثبات در اساس عنایت الهی چی در نظر است؟ در نظر آن است که همه چیز در نتیجه نهایی آفرینش است که آغاز خود را از کوارک‌های خردترین میکروذره ها میگیرند که همه وقت در فضای گالاکتیکا ها موجود می باشند و در خود درجه انیق فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب را دارند. این معنای آن را دارد که هر یک ذره الهیده در خود وظیفه مخصوص را دارد و داشتن فونکسیون رابطه دو طرفه آن درجه بلندتر داشتن از موجودیت عادی را ذکر میکند. موجودیت این مقام است، ولی چیزی ساخته شده ای که دارای فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب باشد در سطح بلندتر از مقام موجودیت عادی می باشد. همینطور همه چیز در اطراف ما با اصول مخصوص و با مقصد اجرایش سپارش مخصوص ساخته شده است. بنابراین همه چیزی که ما را احاطه میکند در خود فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب دارد و رابطه دو طرفه آن آغاز پیدایش را تصدیق میکند و این را میفهماند که همه این باید که آفریدگار داشته باشد. مثال این چراغ شده میتواند که دارای فونکسیون رابطه دو طرفه می باشد. چراغ برقی عبارت است از اسپیرال، سیم‌هایی که برق را با اسپیرال پیوست میکنند. گازهای اینرتی که اسپیرال را حمایت میکنند ولی تاثیر مستقیم خود را نه به اسپیرال و نه به برق نمیرسانند. کلب شیشگی که از ورود هوا یا برآمدن گاز اینرتی که در عکس ها اسپیرال میتواند بسوزد حمایت میکند. و نهایت اساس چراغ که چراغ را با پاترون پیوست میکند و گذشتن جریان برقی را تأمین میکند. در این مثال چراغ در خود فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب را نشان میدهد که بدون آن نمیتوان برکنار یا ساده کرده شود، زیرا که در آن علامت ساده و منطقی گذاشته شده است که هنر والای استحصال کننده را نشان میدهد. پس هر کسی که استحصال ماهرانه چراغ را انکار میکند یا اینکه اعتراض میکند که چراغ تصادفاً به وجود آمده است، چون این شخص باید که دلیل‌های خود را عاید گمان‌های داشته‌اش پیشکش کند. سازنده چراغ خوب می‌داند که برق، انتقال دادن برق، چگونه به کار بردن آن و حساسیت اسپیرال چی معنی دارد. عیناً برای همین موجود بودن چراغ خود از خود اثبات ماهر بودن سازنده آن است. اگر تمام چراغ‌های برقی را به این نوبت گیریم و آن خلاصه می‌آییم که همه آنها در نتیجه کدام یک تصادفی به وجود نآمده‌اند، همان اندیشه منطقی را پیروی نموده به خلاصه آمده می‌توان که آفرینش با این همه فونکسیون رابطه دو طرفه مرکب انسانیت باید آفریدگار داشته باشد. چراغ عبارت از 4 جزء است، در حالی که آدم در هر یک حجره الهیده دارای 3 میلیارد جزء می باشد. رمز ژنتیکی انسان در دنک با 3 میلیارد حرف نوشته شده است که با نام ژنوم انسان معروف است.
ҳамаи ин ҳарфҳо дар дохили атомҳои ядроии ҳар як молекулаҳои мо мавҷуданд. Пас агар шумо ба 4 ҷузъи чароғ назар кунед ва барои худ хулоса кунед ки чароғ ҳатман бояд истеҳсолкунандае дошта бошад, лекин шумо эътироф намекунед ки худ созандае доред, пас мушкил дар тарзи фикрронии шумост. Аллоҳ ба маъное мегӯяд: оё онҳо бе ҳеҷ холиқе офарида шудаанд ё онҳо худ офаридагоранд? Сураи 52 ояти 35. ба атроф нигаред ва бубинед робитаи дутарафаи мураккаби ҳама он чизҳое ки моро иҳота кардаанд. мутобиқи фикри олимони физик, дар тамоми олам чизе нест ки дар алоҳидагӣ мавҷуд бошад ва бо муҳити атроф ҳеҷ робитае надошта бошад. Аллоҳ мегӯяд: ба дурустӣ ки дар офариниши осмонҳову замин ва дар ивазшавии шабу рӯз ва дар киштиҳое ки дар дарё мераванд ва ба нафъи мардуманд ва дар обе ки Аллоҳ аз осмон фуруд овард ва ба он сабаб он заминро баъд аз мурданаш зинда сохт ва дар он ҳар гуна ҳайвонҳоро ҷойгир кард ва дар ҷараёни бодҳо ва дар абрҳои ромкардашуда миёни осмонҳову замин барои онҳое ки ба ақл дар меёбанд нишонаҳое ҳаст. Сураи 2 ояти 164. танҳо онҳое бодиққат мешаванд ки ақли худро барои мулоҳиза кардан истифода мебаранд, зеро танҳо соҳибхирадон панд мегиранд. Сураи 3 ояти 7. бо ин тарз офариниш яъне исбот дар асоси мавҷудият ва танзими офариниш яъне исбот дар асоси инояти илоҳӣ тасдиқи оқилонаи мавҷуд будани офаридагор мебошад.